وجه şu کرمان ادگرنیم به اقبال بیزوال در مملکت بنیجان و قلعه سنگباران ما ربط الحاق دیو حرامزاده در قلعه سنگباران دید که در کمال خوشی و عشرت عیش مکنگه ما منیر زنده و سلامت در نزد الحاق دیو هستیم ولیکن آیه به زنجیری بسته زنجیری کتا هرچه چای کام طلب کن آی گریت و اطاعت نکنته چشکنان یہ خبر انگار عالم اوشی به امیر ارسلان نامدار داد و جستی که آیا شما مامونیر بچه ما ود دید که زنده و سلامت هستیم عرض کو بله قربان به ما آی ما بچه ما ود دیده امیر ارسلان شکر خدا به جا آرد و اپریتانی انعام بازن داد و مرخصی کتن بعد چایی به ملک اقبال شاه و ملک شاهرخ شاه روی کت و گوشتی چه قرار معلوم که تا به جنگ الحاق حرامزاده مروین و آیا مکشین کشک موی ملک شاپورن چه وابا پاد نه مامونیر هم به دست ای حرامزاده به خطا مادر به خطا گرفتاره گذشته چشان تا بشکنت من چه خاک پریزاد در نرفتگان به سر وقت شما هم حتما کهتے چه پولا زره دیو حرامزاده ترین بیشتر فساد کنته بعد ای فتنه هم با پینه بعد به خاک بنی آدم برون شما هم در ادا آسوده بمانه من به مملکت جان لشکر برون یا الحاق دیو کنو ملک اقبال شاه ملک شاهرخ شاه و پرزند ای چه خبری هستین که تو جنه سر ما هستین حاک میں سر از حاک قدم تی هر جا که تو مروه جان ود به کف دستا گرین و کاین در مملکت جان هزار پیم خطر و آسیب به تی واسه پرام بیتی ترا بلن تنها تو بروی اگر به دم اجدیاهن تو بره ما به دل و جان همراهی کاین امیر ارسلان آفرین گوشتی پس بپرمای سان لشکر بگنده ملک اقبال شاه با آصف وزیر گوشت پاد متدارک لشکر ببه و ملک شاهرخ شاه هم با وزیر وتی گوشت که سپاه عرض بیضای حاضر کنی و با وزیر ملک شاپوری هم گوشت سپاه دشت پازار هم سان بگنده آماده کنی وزیر اتکم با تدارک سپاه مشغول بیتن لشکر و اسب و اسلحه و جیره و مواجب دیگه شروع کد امیر ارسلان به شمس وزیر گوشت تا هم ملکه به شهر صفا ببر پیش ملک پیروز ببی اگر به سلامت ترتون و تو کاؤں اگر هم کشک بیتون نترتون ملکه ببر در پرنگ به دست پوتشای بده شمس وزیر تعظیم کو سفر ملکه تدارک دید 20 روز که گوست آصف وزیر در برابر امیرسان تعظیم کد عرض کو قربان با اقبالات یا 300,000 سپاه حاضرین در شهر پازر اردو جتا 100,000 سپاه دشت سپاه 100,000 سپاه چه دشت سپاه مال ملک اقبال شاه 100,000 سپاه عرض بیضا مال ملک شاهرخ شاه و 100,000 سپاه دشت پازر چه زهر گیاه مال ملک شاپور است امیر ارسلان آفرین گوشت و هر سه وزیر خلعتی داتند و گوشتی ساعت تعیین کنی اول به حرم خانه رفتن ملک آپا که ودا کد پس شاهی گو ملک اقبال شاه و ملک شاهرخ شاه و آصف وزیر و پیرمرد زاهد سوار مرکب بیتن شهر به دست منظر بانو و ملک شاپور و شمس وزیر به دست منظر بانو و ملک شاپور شمس وزیر سپرده کدن
ملک شاپور و شمس وزیر سپرد کدن در نهاد کن. ملک شاپور هم در تابوت مشکین یر کو آورده وارد اردوه کد. هما شب تبل رحیل جد. روچان دیگه که مرغ زرین گوش بالا آفتاب ندای کم به ازن الله داد دری داد عالمی چون وتی نورا وجه روشن کد. روشنی گوش صبح در آمد به کوه مهر درخشان چرخ تهی گشت از کوکب رخشان جاده ظلمت شب رسید به آخر گشت سحرگه پدید چشمه حیوان یوسف بیضا برآمد از چه خاور صبح زلیخا صفت درید گریبان در سرجنگا آفتاب لشکر چو دریا با موج درد به طرف مملکت جان روان بیتم. تا یک ماه در کوه و بیابان رفتن هیچ جا توقف نکد تا چه 7 بیابان وجه رد بیتم. 7 بیابان چه گوستم به 3 منزلی مملکت جان رستم. اپریتان و جاسوسان ای خبر به سهیل وزیر بردند در شهر به جای ملک جانشاه نشته گد. همه که ای خبر یشکو آه چه جانایی درد چه جاگه وقتی که پاد سراسیمه به طرف کله شیرگویا که خدای آهم بیتگه با طرف آیا پرستش کد رفت تاد به در کله شیرگویا رفت که شیشان که پیغمبران آیه امی شیرگویای هستن بیتگتن به عرضه رسند که سهیل وزیر مسترب اتکه و عرضی هستی گوشتی داخلی کنی. سهیل وزیر برده در برابر تخت شیرگویا سجده کد عرضی کد خداوند امیر ارسلان رومی که تمام خاک پریزاد به همی جده و کله سنگ باران ویرانی کده و ملک جانشاه و ملک صوبانی کشت و 300,000 سپاه گشتگی گون 300,000 سپاه با قصد تسخیر مملکت جان آیگی. هنی به 3 منزلی رسته تکلیف می بندگان چیه شیر گویا حرامزادگی یوشی گرریتی گوشتی سهیل خاطرت جمع بی که آیا من به غضب وتی گرفتار کنم. هنی برو بانده بیا با تو یا نوشته دون آچه ترگوشون با روش رفتار کن تا علاج آییگه من بکنم. سهیل حرامزادک دوباره سجده کت و در نرفت لیکن چند کلمه عرض کنین چه شیرگویا که ای حرامزاده چه ساحران زبردست طایفه جان بیته وای نام ذوالخمار پیر نام بیته مدت 100 سال بیته که به جلد شیر رفته بیته به زبان پسی خبر کنته و دستگاه خداوندی با وتی واسه چتگی جمع کته یعنی تمام طایفه جان بن جان و تمام مملکت جان چه دیو و جن و گول و لاکیس که هستن تمام آیا خدا زاننده و آیا پرستش کنن. هل کسته سهیل وزیر حرامزاده آشپا گم با فکر و خیال بشی با همین فکر و خیال و صبح پاده به قلعه شیرگویای رفت در برابر آیی سجده کد شیرگویای کشیش و حاجب که آیی محرم بیتگه لوٹتی لوله کاغذی کر دست بیتگه گوشتی اشیا بزیر با سهیل وزیر بده کشیش با ادب تمام کاغذی زرد چوکت به دست سهیل وزیر داد. سهیل کاغذ چوکت و سجده کت در رفت به شهر رفت کاغذی پشت کت دیتی نوشته هستین ای سهیل وزیر همه که ملک ارسلان رومی
توگو ارکان دولت و تمام ایان دولت به استقبال آیی بروی. آچه لازم بندگی هستیم به جا بیاری. همه که اسلام به شما تکلیف کد بوش ما مطلب داریم. اگر مطلب میگا برآورده بکنه ما مسلمان بیم. حتما جوستنش مطلب چیه؟ بوش در یک فرسخی همه شهر کوه و جنگلی هستیم. اجدیای در آکوه منزلی هستیم. ما یک رنده در نا کهتیم. هرچه گوک و پس آدم آی گیرا که کهتیم وارته. ضرر مزن رسینتگی ما را بارها لشکر ما کشته لورتا یا علاج کنه اجدیای بکنه نتونتگی. اگر تو که امیر ارسلان هسته علاج اجدیای بکنه ما مسلمان بین. تو بندگی تیگا بگردنا زیره. وقتی که امیر ارسلان رومی به یه خبرا که بشکن چه گروره که هستنی به جنگ اجدیا کهتی. وقت من به یک آیا پا یک نمونه گارتی کنم به یک نمونه چه قدرت وطیگا آیا و سپاه آیگا دف کنم. سهیل وزیر حرامزاده سخت خوشحال بید. امیران و رجال دولت هرچی به خلوت برتنتی نوشته که با آنی وانت تمام قبول کد. چند کلمه عرض کنی چه امیر ارسلان نامدار که تمام جا منزل به منزل کت مراحل تا منازل کد تا رستن به دروازه برابر شهر ملک جانشاه. خیمه جد برپا کو مودا آشپ مودا گوازند دن درایگا روچه جانتا امیرسان نامدار سرچه بستر استرات پاد لباسی پادشاهی پوشد و بارگاه را به تخت قرار گرفت و ملک اقبال شاه، شاهرخ شاه و آصف وزیر و امیران هر یک جا به جای وقت آرام گرفتند. چه در بارگاه گلگله پاد سهیل وزیر حرامزاده گم بزرگان مملکت جان چه در بارگاه داخل بید در برابر تختگاه امیر ارسلان تمام شمشیر بوتی گردن و سر برهنه تعظیم و سجده کد و صف کشت و اوشتاتک تا امیر ارسلان گوشت جماعت مگه چه خبری؟ شما کی و چی لوٹی؟ سهیل حرامزاده عرض کو قربان ببم بنده آستان سهیل وزیر مملکت جانشاه هستم. ایشان هم سرکردگان و امیران این مملکت جان برن جان هستند. خیر مقدم تی مبارک شما مبارک بادا شما نام اشکتا مات کنتیم و سر و پا برینه و آستان تی حاضر بیتگیم. دیگه امر و چه مستر و جلال اتکه انترا خوش آمدی بوشیم و تی درگاه تی دیمات گیم. گر برانی چه کند بنده که فرمان نبرد ور بخوانی عجب از غایت احسان تو نیست. امیر ارسلان گوشت آفرین به تو. با آصف وزیر گوشت اشاره کد چه جاگه پادت شمس وزیر زم چه گردنان چس کد و امامه به سر سهیل وزیر ایر کد کلاهان دگران هم به سران داد. صندلی ایر کد آرام گفتم بعد چه آیا که بارگاه آراسته بی. امیر ارسلان دیم گو سهیل وزیر کد جست کو وزیر الحاق دیو کجا هستن اشکتگون که مامونیر دکتر پادشاه شما شب کسر پازر دوزتگی آورتگی من با طلبا مامونی رد کمون. آیا توچ الحاق دیو و مامونی را خبر تر هستن مکان و منزل دیو زانه ما کجاییم؟ سوال حرامزاده عرض کو قربان به ما آچه که اشکتگن درستن الحاق دی مامونی را آورته سوالا هم هستین عاشق جمال ملکه هستین تا ای که آیا به چنگی آورده
و منزل آیه در کله سنگبارا هستیم. امیر ارسلان گوشت نزانه گو مامونیر چطور رفتار کم. ملکه گو آیا خوشحاله یا نه ناراحته چطور. سوال عرض کو قربان من چکراری که گوشانتین روچه که ملکه یاورته و تمام آی گریتیں چالحاق دیو زاری کنگے و نوید دائگے آرام نگرگے. امیر ارسلان خوشنود بیت و گوشتی بر صورت تا باید بروید تا دروچ آچ مقدور بیتن سپاه حاضر بکنه تا بزودی علاج ای حرامزاده را بکنه. سوال وزیر عرض کو قربان به بنده مشکلی هستنو که با خاک پای مبارک شما مشرف بیتنو. امیر ارسلان جز کو تی مشکل چیه؟ چی قربان الحاق دیو مامونیر جای نروان طوری نبیته که رعیت چه دست مروگه آچه طلب بگه هیچ بکیه در فکر فرار هستم. امیر ارسلان کو پرچی سوال وزیر عرض کو در یک پرسکی شهر جان جنگلی هستن که مرتا گو کو پس هرچی شهرها بیتا جنگل که رو 3 سال هستن در این جنگل اجدیای پیدا بیتا آچه گو کو پس و چوپان که در این جنگل روان چه کوه پا چیرا که روان وارته کار با مردم تنگی کتا به نزد مات که ماما کتگن کتا ده کسی با جنگل مروته مدت کسی در طرفا نرفته روچه نشته بیتون که دیتنگو شهر تمام با هم وارته شورش بیته جستون کتا چه خبرین گوشتی که اجدیا با شهرت که نزدیک 1000 نفر وارتگی همه که یه برونش کتا بارا لشکرون کشته چندین 1000 نفر طلب بیته علاج ای اجدیای نتونتا بکنم. هنو به مدت 1 سالی هستین که هفته 1 رنده به شهرها کهتین جنین و مردین کسان و مزان هرچی گیری کهتین وارتین و روتین تا که امیر ارسلان سکه مردی در تمام عالم جتگه اگر علاج ای اجدیای بکنه من اهل مملکت هم مسلمان بین و تی پابوسی هم کنه و الا تبل چی هم پتو جنه ساز یاد گرین چطور اگر و الا تبل جنه به خدمت الحاق روین شاید آیا علاج اجدیا بکن یا روین آئی منتان گرین چاہیے کہ خبر رگ مردانه غیرت امیر ارسلان برکت دارد گوشید چه جبتا گوشه اگر من متونو الحاق تونتی آیا دب بکن الحاق دیو اگر بتونتین وزیر سوال وزیر اگر الحاق دیو اگر بتونتین ده هنی پرچ تو آئی کرنشتگه من که اول به شما عرضم کتا اگر چه مردان عالم نشان داره بسم الله. امیر ارسلان با گلیز دارد گوشی نامرد روزگار و اگر دانشجویا ما کشون آرام بگرم. ملک اقبال شاه گو فرزند ادا پای تخت مملکت جهان هستن گرگان و رندان در این سرزمین هستن به خصوص با تی واسطه که در هر قدم دامتی واسطه ایره کتاد صبر کن انشاءالله علاج الحاق دیوگا که کتیں وقت کشگا اجدیای هم آسانه. امیر ارسلان گوشت قربان بو اگر دیمترا تو بگشتیں من قسم نوارتا بیتگا من اشکتگا چونکه قسم وارتا با جنگ اجزیا مرون یا کشک بون یا آئی علاجا کنم در همه حال به ذات پاک خدا توکلون کتا اگر خدا بلوٹی که دریای آب و آتش هم برون به سلامت تر رو شگر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. پس آکه سهیل وزیر گشت برو این شپی استراد کن بانده بیا. سهیل حرام زاده و شال بیت زمینی چوکه چه بارگاه در نارد به جانب شهر روان بید چه ای طرف
امیر ارسلان نامدار گو پادشاه پریزاده و مینوشگه و ابرکنگه مشغول بید. در شب به سر دست داد هر یکی به خلوت سرا پرده و رفت استراحت کد. تا روز دیگه که آفتاب گلرنگ چه امر ملک با فرهنگ چه کوهان پر پلنگ و چه دریان پر نهنگ سری در ناکشت و عالمی چوتی نورا و تیگا روشن کو. صبح در آمد به در صبح در آمد به در نگاه در رنگارنگ زهره فرو ریخت به یک بار چنگ. کوس لحد بر سر گردون زدن کافله سالار شده پیش هنگ. وجدن در آیگاه روچه جانتا امیرسان نامدار سرچه بستر را تا پادت کو به حمام رفت سر کله سپای دا لباس پادشاهی پوشت و تاج به سرا کتو با بارگاه رفت ملک اقبال شاه ملک شاهرخ شاه وزیران امیران یک به یک ادکم بارگاه آراسته بید. در بارگاه سهیل حرام زادک داخل بید در برابر تعظیم کت عرض کو شاه توی که فلک را سوار تدبیرت چگویی در خم چوگان امتحان آورد به عهد معدلت بره گریخته را گرفت گرگ کشانش سوی شبان آورد. امیر ارسلان گو مرکب اسلحه حاضر کتن چه جاگه پاد سر تا پاد گرک 114 پارچه اسلحه و رزم بید زم زمرد نگار و همال و خنجر و تمام واجه زمرد نگار به کمر بستی چو رستم دستان سام نریمان به صندلی قرار گرفت. چند جام شراب چه دست پریزادان آفتاب طلعتین نوشد چون سری گرم بود چه باده ناب آماده بیت و دیمگو سهیل حرامزادگا کد که وزیر هنی تکلیف چیه که باید به جنگ اجدیا رفت. سهیل حرز کو قربان به هر وقت رای مبارک قرار بگیری بنده حاضرون راهنمایی بکنم. شاید چه تصدقاتی سرگا ای مشت رعیت چه دستا ای بلا ناگهانی آسوده بی. امیر ارسلان نامدار گوشت مرکب حاضر کتو وجه سرتک و پولاد رگ و هامون نورد گلگام لال و زین و طلای حاضر کت امیر ارسلان ملک اقبال شاه ملک شاهرخ شاه آصف وزیر و سهیل وزیر حرامزاده تمام سوار مرکبان باد پیماین بیتن و سهیل وزیر حرامزاده دیما مرکبی تاچن تا یک پرسک چه اردو که دیر بیتن دهنه جنگل نمایان بید. سهیل وزیر چه دور جنگل نشان داد و عرضی کد عرض کو قربان به اومه ای جنگل که هستین اجزیان در دهنه کو و در گاری منزلی هستین. امیر ارسلان سوارانی گوشت شما در همه مکان آرام بگیرید تا من برون خبری بیارم. ملک بارشک پرزن به جلال خدا ای دام و حیله هستین که یه حرامزادگتی واسه پچ کده خبر مایگا تو نش کنه تا اداعت که پس اول وقت مرو یک نفر دیم بده بگندم چطور بیتیم بعد مختار امیر ارسلان ورسا گوشتی جماعت یک که بروتیم وطا نشان بدن تا اجزیا در نابه بگندم چونه جانوری هستیم. هیچ کس جرات نکو برو ملک اقبال شاه حکم کو سهیل وزیر وطی برو بعد تو اگر بروه من نیلون چو تو بروه اول بلی وط رو سهیل وزیر وط برو بعد تو اگر آین نرب من نیلون که تو بروه. امیر ارسلان دیم گو سهیل وزیر کو تو گوشتی وزیر تو ادا بهتر زانه اول تو برو و تا اجزا نشان بده بتچ همه که به دنبالتی بیه ما یکو تیر جنو. سهیل حرامزاده چه روی استراری که وجه مجبور بود قبولی کتو مرکبی اوشی دیما تاچن چند قدمه که دیما رفت
وارد جنگل بیت. امیر ارسلان صدای مهیبه اشکو که چو صدای توپ وجه لب شکسته بلند بیت. سهیل وزیر گو رنگ وجه پریده چه دیما هنچو تتک که سر کله اژدیای چو یه پارچه کوه نمایان بیت. شاخان گوشی های کانت که سراتان کلاچ کلاچ چه کاسه سر به در رفتگا. دپیان چون مثل یک گاری پچکا دنتان گوشی چون مثل خنجر و دپاچی چه دپا آیگا گوشی به در رفتگا و آس وجه خرمان خرمان یعنی جوهان جوهان چه دپا آیگا ما دانا رچگا دانا آیگا. نارا جنا اربدا کنان با دنبال سهیل وزیر ما آیگا که زهره شیر نراموشی آب بید. رنگ چه صورت ملک اقبال شاه و ایدگران پرد که امیر ارسلان نامدار مثل شیر ژیان اوشتاد برابر اژدیا رفت. کمان شی تیر به تیری جا وجه آماده کو شی هنچو وجه گوشه وشی نجاده یک تیر وشی خندق زرنگ وشی شفته سرشا به لب سرخ عقاب وشی پرز شگاف وشی دلدوز 11 مشت به چله کمانی ارکوتگه 2 پر عقاب و 3 زاگ کمان که به هم جمع گشتن در یک زمان. نهادن سر بر سر دوش هم ندانم چه گفتن در گوش هم. کمانش دوش تا دوش گوش تا گوش کشد به یک بارگی شستی که تیرم ورش کنان رب به چم راست اژدیا لگه و بر سرخی وشی سر فاز وشی آیا وجه قرار گب که یک که اژدیا حرامزاده به قدر 20 زر وشی چست بود به هوایا به زمین لگه. نعره چه جگر آی درست صدای کد شی ای حرامزاده منت تیر به چم من جنه ببتی ماتبتی پرسا بنندنو. امیر ارسلان لوٹه یه دیگه تیرا که رها بکن که اژدیا حرامزاده کلاچ نپسی که کشتگه وشی که امیر ارسلان بندی که آن نامدار هرچه لوٹه خودداری بکن نتونتی چون مثل کشی یک جنگی چه زور نفس آب مادر وشی به خطا پرت اژدیا امیر ارسلان وط اصلا و زهم زمرد نگار وشی پرو برد ایری بود. چه نهاد ملک اقبال شاه و ملک شاهرخ شاه و امیران در اژدیا حمله کد همگی دیم پتچک تات که اژدیا قریب 100 نفر وشی همه پیام به در کشد برگشت. سهیل حرامزاده که هنگامی دید فرصتی غنیمت زاد وط کسان و تات به شهر رفت. ملک اقبال شاه و ملک شاهرخ شاه و آصف وزیر و امیران با کمال افسردگی پریشانی وارد اردو بیتن و با غم اندوه فراوان در بارگاه آرام گرفتن به گریه‌وزاری مشغول بیتن. ملک اقبال شاه گوشت هرچه به جوان به عقل نصیحت کنه قدم در مملکت بنی جان میل. در این مملکت رندان گرگان هستن که تو نزانه چه پیمینه چم پچکنگا مردون نیلا مردون چمان پچکنن چه رنده هستین دان چین دوگت نصیحت میگا قبول نکن و تارا ناحق با خورد اژدیای داد. ما را در برابر الحاق دیو حرامزاده آورتی یقین زانو که یک تنی چما با خاک پریزاد بر نگردی. آصف وزیر گوشت سحری بیتا. ملک اقبال شاه گوشت خیر اژدیای بیتا و ای جوان بی شعور و تر با کشگی دو ما را با مالکی دورده. ملک شاهرخ شاه گوشت آصف وزیر راست باشی چون وقت که امیر ارسلان تیر به چما جد با زبان پسی ناسزایی گوشت وشی اگر اژدیای حقیقی بیته خبری نکدگا. ملک اقبال شاه گوشت به هر صورت به بد بلای دچار بیته. دیم گو آصف وزیر کد گوشت وزیر فعلا رمله بکش و بگند به امیر سر امیر ارسلان بیچاره چی که. آصف وزیر رمل استلاب چه بگلا چه در کو رملی به تخته جا استلابی
برابر آفتاب وشین. نگاهی داشت ما 16 لوگ رمل وش نظری کت گوشتی قربان بوما. امیرحسن زنده و سلامت هستی. آئی یه جای تاریکی مگندگون، شاید در زندان ببید. تاله آئی دن 40 روچا زفیم، بعد 40 روچ خلاص بیتن فت کنتن. اقبال شاه و ایدگنا خوشنود بیتن تا 2 ساعت شبا که گوستگا ملک شاهرخ شاه و ملک اقبال شاه و آسپوری و چند نفر چه امیران محرم مخلوطا نشتکتن و خبر امیر ارسلان در میان آتا که ناگان سرکله پیرمرد زاهد چه درا چادر خلوت نمایان بید. آت که نشت کیفیت با خبر بید کف افسوزی به هم جد و گوشتی 1000 حیف که من نبیدتگم ولی نشت تو امیر ارسلان فریب سوال حرام زادگی رو برده. ملک اقبال شاه گوشت بر حال کاری که هستین که بیته، کاش که چه آیه خبری بیته مارد که چه کجا هستین، به دست کی گرفتار هستین تا با نجات واسه فکری بکنی. اگر امیر ارسلان بیته جانا تمام ایگا و جانی خطره دور داد که نشتکتی مارا حق جان آئی حق جان بگردنم تمامان ما هستیم. اگر یک نفری چه ما گرفتار بیته امیر ارسلان اندا آئی نجات مدات آرام نگتگا. پیرمرد زاهده گوشت شما تشویش ناراحت مبه، من به حفظ اردو و سپاهیان مشغول بیم و من به تنهایی روم. خبری چه امیر ارسلان کارم چه جاگه پادت به یک طرف اردو جت و رفت. اشان در همدا داشته به چند کلمه عرض کنی چه امیر ارسلان نامدار واجان شما شید دناودی کم و گوش داری او ما شین واجه هر کلیپ 32 این همه که 32 سلامت به الله مهره.